حالتون چه؟ من مذاکره از آخر خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. بچه امروز قراره بریم ماینکرافت بازی کنیم، ولی من قراره از اینجا بیافتم، اینو بزنم، اینجوری بزنم، بیام روی اینو بزنم، بیام اینجا اسلایم کلاش کنم، بیام اینجا لادر کلاش کنم، بعد از این میرم بالا و واتر کلاچ و اون بریم با این کلاش بکنم. دقیقا نمیدونم چی اسمش، فهمید؟ بله خب بریم. با لایت رو پرواز کنم برم. این کریسی کن. برو 320 یاترا رو در بیار. دقیقا کدوم بر بود؟ همین بر بود؟ امیدوارم که همین بر بود. 3 2 1 بره. همین بره. آره نه برعکس رفتم. نه خدا چرا من زیاد دفعه بریم. سلایم حالا لدر رو گذاشتم ولی کلاچش رو نتونستم بکنم. خب از اینجا لدر در بیار. خب برو بریم 3 2 1. آها و لدر کلاچ کناره بودم. ای خدا خب ای بابا حیف شد. ولی اون رفتم اونجا زدم اومدم اسلایم رو زدم. ببینم بعدم بود کلاس میشه. خب بهش میگن دیگه. بعدم میتونم انجام بدم ها. بعدش شاید اصلا دیری من یاد گرفتم. روی بدراک خیلی سخته. بهتر بگم کاری که روی بدراک بلده میشه گفت خیلی بار بلده. تقریبا باید 5-6 سالی باید ماینکرافت رو داشته باشی. و یک بریم. درسته زیر ارتفاعی بلند افتادم نزدم. حیف شد. اینجا اسلایم کلاچ اسلایم لدر گذاشتم باز ولی نشده. خدا برو برید. خب از اینجا بسته. آره برو بریم. اینجا بزن اسلایم لدر. حالا لدر مونده. ای خدا یه بلاکی که عقب تر بودم دیگه کار
پیدا میکرد. کاری نداشتش ولی نشد که بشه. من تو قبر نمیده برم بسته. خب بره بیا نگاه کن. خب عالیه. بزن اسلایم. حالا اون دلته. ای خدا به این خوبی اومدم ولی مردم. وقتی نمردم تلاش نشد. حیف شد. خب حالا فعلا بریم. پس بیار. خب بریم. Let's go. برو اینجا. خب بیا اینجا. اسلایم. یه دونه اسلایم کلاچ. اینم لده. قبوله دیگه. من ازش بالا رفتم. میتونم بالا برم. قبوله. یس. قبوله دیگه آقا. ازش بالا میرفتم یعنی قبوله دیگه. بس اینو برو بالا. این مثل واتر کلاش که کاری نداره اون. یعنی خیلی آسونه. منظورم خیلی آسونه دیگه. مثلا من از اینجا کلاش میکنم. بیا. کار نداره. واتر کلاش کاری نداره. از اینجا با این کلاش میکنم. بیاد اینجا. خب برو نه اشتباه کردم. الکترو رو در نیاوردم. برو. تمرکز خدا. نه این دفعه دیگه تلاش دوم دیگه میشه. پیش ابرا باید باشم. برو پیش ابرا. ابر درسته. این ابرا چه براست. تمرکز نم صحفیق. تمرکز. من میتونم. درسته دیگه. تونستم آقا. حالا بریم بازم منجورش بدیم. من میخوام فول بشم که راحت بتونم بزنم. یه بار مثلا رفتم تو سروری داشتم از دست یه نفر در میرفتم. اینا رو بلد باشم. بریم 3 2 1. اسلایم. خب let's go. حالا اسلایم مونده. لدر گذاشتم ولی نرسید. بچه من همینجا ویدیو تمام میکنم. قرار بود که ویدیو یه جوری بشه که من بتونم کلی تلاش بکنم و بتونم، اما نتونستم. حالا من یه ویدیو دیگه بعدا ازش میذارم و بعد تموم. خداحافظ.